حیوان لبون، حیوان پستانداریه. فاحذروه، پس او را احضار کردند. کان جدیرا بالعنایة و التقدیر، شایسته لجع پناه برد. پرچم ها میشه اعلام. سمکت السهم، میگه ماهی تیرانداز. من اعجب الاسماک، از عجیب ترین ماهی ها در شکار است. انها تطلق، همانا او، تطلق قطرات الماء، پرتاب میکنه قطرات آب رو، متتالیت، پی در پی. از زرافتو بکما، زرافه لال است. لیست لها احبال صوتیت، این لیست لها باید بگیم نیست برای او، ولی گفتیم قبلا این رو چجوری ترجمه میکنیمش. لها احبال یعنی دارد تارهای صوتی، حالا لیست لها ندارد تارهای صوتی ندارد. لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. ببین میگه مایوس نمیشه قوم کافران، پس این قوم کافرانه فاعل اون لا ییأسه. حالا اصلا کاری نداریم به پیدا کردن فاعلش، فقط میخوام بدونید که چرا لا ییأسی که معنیش میشه مایوس نمیشه رو من جمع ترجمه میکنم. لا ییأس یعنی ناامید نمیشوند، من روح الله، از رحمت خدا، به جز قوم کافران. اقدمهم، قدیمی ترین آنهاست. بزائرهی، زیان رساننده به او. صفن یعنی صف در صف. حالا بچه ها این فعل عمله رفته توی باب مفاعلت، پس معنیش عوض میشه. وقتی معنیش عوض میشه به خاطر رفتن اونجا، من دیگه نمیتونم کار کردن ترجمهش کنم، معنیش میشه رفتار کردن. عامل یعامل معاملت میشه رفتار کردن. موقف بر وزن مفعل اسم مکان